خوش یک چیزی دیگر فراموش شده است. نوارای نیپال ما نشر کرده ایستادیم. تمام چینوونیکای تمام دزد و غارتگرای تگی مشت و لغت گرفتن مردم، آنها حق این مردم را خوردگی هستند. رحمانوف با سگ‌هایت آماده باش، تیار باشین که این ملت به سراغ شما حتما میگویم. شما با یراق و اسلحه‌تان این مردم را میترسانید. در کونتان زده از دهانتان کشیده میگیریم، مطمئن باشتان. این روزا خیلی نزدیک است. شما حرامزاده های با زوری باید کوز موندن در کار سرنگون ساختن کار. شما به خوبی نرفتین. انشالله رحمان به ضرب مشت و لغت، به ضرب سلاح سرنگونتان میسازیم ما شما. حتما روز نیپال را انتظار باشین. شما حرامزاده ها جای گریز نمی‌بینید. انشالله رحمان کجا فرار کردنتان را نمیدانیم با این پرخوکی رحمانوف. این را مطمئن باشید. این روزا خیلی نزدیک است. این مردم را جانش را در خود یعنی لبش رسانده. حرامزاده های خودکامه های حرامخورا. والله بالله تالله من مردم شریف تاجیک و باورم 1000% است. شما را به زانو میشینانند این ملت. مردم سربلند تاجیک در طول 35 سال ما یک قدم به پیش والله بالله تالله نرفتیم. ما فقط به قفا رفتیم. امروز مادر و کودکاش میکشند. قاتل را این غمنیت حرامزادی مادر به خطا پیدا نمیکند. این چقدر دولت داری، این چقدر حکومت داری است. الله لعنتت کنه رحمانوف حرامزادی مادر به خطا. مردمی سربلند تاجیک انشاءالله پیروزی نزدیک است. از یگان چیز نترسان. بودیستا امروز برآمدن 22 نفر مردن. من نمیدونم اونا شهید نشدن، اونا الله نمیشناختن و نیکی وطنشان را آزاد کردن. 22 نفر هلاک شد. ما کاش که سرزمین ما را نجات یافته، نسل آینده ما را زندگیشان را بهبود کرده شهید شویم. کاش این روزا برای ما نصیب کند. سبحان الله. تا که پیازچینی، تا که سرخمی، تا که شرمندگی. چرا این توده اوباش هزاران جای کار را گرفته زندگی میکردین و این ملت در بدر خاک سر زد؟ چرا سوال نمیدهین؟ چرا سال از مای 12 فرزنداتون را شما نمیبینین؟ و دیدار آنها محروم گشتین. چرا؟ هیچ زندگی است. همین سگ زندگیش کو از ما و شما خوشروتر است. نمیدونم سیانکه شد یا نه. به همین خاطر بیدار شویتان. روزی این توده اوباش را سرنگون کردن خیلی نزدیک است. از همتان خواهش میکنم نترسیتان. ای مردم شریف، ما اگر ترسیدیم زندگی ما الان خیلی بدبختانه رفته میگیرد. حال درباره غمنیت دزد و غارتگری گرسنه کرمخور این من علاهیده نوار میکنم که حال مردمی بدخشان دزدی و غارت دارن. گویی مردمی بدخشان خورین. الله لعنتتان کند به ناموس و به شرف ها. نخواه غمنیت رود مال و حال مردم را دوزد. امام علی شیطان خائن با رزینگ ایزاری عزیز ماهی ما چخر خودت را بدار آویزی. چم این شرمندگی انوه بهتر است. این چه خیلی دولت داری که مال و حال مردم را شما میدوزین، شما غارت میکنین. مردنتان به است. حرامزاده ها، به ناموس و به شرف ها. بار دیگر تکرار میکنم گویی مردم بدخشان را خورین از جای مال و حال آنها و از جای پول آنها. خدا لعنتتان کند به ناموس و به شرف ها. روز سرنگونیتان خیلی نزدیک است انشاءالله رحمان. ما حتما این توده اوباش رو سرنگون میسازیم. مردم تاجیک از همتان خواهش میکنم که نترسیتان. به دین ها بودیستا امروز سرزمینشان را خلاص کردن. ما الحمدلله 5 وقت نماز میخوانیم. الله یگانه را میپرستیم. ولی چرا از یک توده اوباش میترسیم من نمیدانم. به همین خاطر باید ما همه کسا سرجم شویم. این توده اوباش حرامزاده را سرنگون سازیم. هموطنان عزیز، دیگر یگان راه ماندگی نیست. انشاءالله رحمان من امید دارم که پیروزی این مردم حتما نصیبشان میگردد. این مردم از ظلم و ستم این توده اوباش رها مییابند.
این روزا نزدیک است انشالله. رحمانوف عاقبت حرامخوری را در آمده بین در سایت محمد تقویف. تمام ماشین های قیمت به کام آتش رفت. تمام ماشین های قیمتی که با پول مردم تو دزدیده با اون قاتل های اطرافت خریده خرسواری میکردیم، والله قسم بهتر بود. شما تنها خرسواری به میزدین، نه ماشین سواری بود، نه اسب سواری بود، نه جیپ سواری. شما حرامزاده های بیناموس حتما رنگ مردم نپال و پا میخزن تاجیکا شما را کوز میمونن. این روزا نزدیک است. این روزها را انتظار باشین. پرشین یک روز نه یک روز والله بالله تالله کنده می شود. راهی گریزت را پرخری رحمانوف یافتن نمی توانید. السلام علیکم.